بوق زدن زیاد کار بدیه. بی‌دقتی تو رانندگی و اعصاب مردم خورد کردن از اونم بدتره. اما از همه اینا بدتر اینه که ما گاهی تو رانندگی سریع از کوره در میریم، به خاطر مسائل خیلی جزئی به همدیگه توهین میکنیم، حرمت همدیگه رو میشکنیم، حرفای رکیک میزنیم. ما تو این آیتم میخوایم آستانه تحمل چند نفری رو خوب محک بزنیم. نزنه. اوه یالله. سلام. مخلص. کار میکنی؟ شرمنده شما، دقت نکردم. فقط همین. ممنون که قد خوشرویی. من خیلی معذرت میخوام. من معذرت میخوام. هیچی حواست کجاست که؟ دقت نکردم. دقت یعنی چه؟ چشمم ندید. این چه وضعیه؟ بیا پایین ببینیم آقا. چرا مگه چیزی شو؟ ببین چه کار کرده آخه. مردمو باشو. همجور میزنه میگن که چیکار کردین چیکار نکردین. ای داده نگاه کن. همین دیروز همه 200,000 تومان خرج ماشین کردم واسه. آخه بزنین آقا بره. ما داریم یه برنامه ضبط میکنیم. اصلا این واسه برنامه یعنی چی آقا؟ ماشین منو زدی میگه برنامه دارم اجرا میکنم. هیچی نشد که قربونت برم. هیچی نشده. شما بگو هیچی نشده هنوز. نشده دیگه خداییش. شما بیا نگاه کن اینو دیروز درست کردم من هنوز. خب 200,000 تومان خرج این کردم. آخه من معذرت بذار ماشینت هم بکنم. قربونت برم. من فقط یه مقدار دقتی بیشتر کن. باید دقت بکنم. فقط یه نکته‌ای اینقدر به سلامتی آسیب نزن. آخه اتفاقی نیفتاد که اصلا نمیذاری تو اعصاب برای من نذاشت. چرا اعصاب تو ترافیک تو این شلوغی تو از هر جا که میری دارن عیب میزنن بهت. ممنون که اینقدر خوش اخلاقی. فقط سپر حالا خورد به سپر. اوه یاده شد. عزیز من قربونت برم. کجایی؟ بچه تصادف شده. چرا فوش میدی؟ تصادف شده؟ چرا توهین میکنی؟ قربونت برم. یه چیزی هم بدهکار شده. نه قربونت برم. من به شما بدهکار شدم. تصادفه. اگه اتفاقی افتاده من خسارتشو تقدیم میکنم. اما چرا بعد تصادف فوش میدی؟ چرا عصبی میشی؟ قربونت برم. خیلی مؤدبانه. بیا برو بابا.
کنی؟ هیچی قربونت برم. باشه اینقدر عصبانی نباش. چیزی نشد قربونت برم که. چشم الان اومدم. همین الان میام. تو یکم آروم بشی خدا شاهده میام پایین. چشم. خدا وکیلی ماشین تو به خود گره میزنه. باشه چرا آخه چیزی مگه چیزی شد؟ بهت میگم بیا. چشم. روزی یکم آروم باش. اومدم. من عذرخواهی میکنم ازت. من تازه گواهینامه گرفتم. اون باز نمیشه. چشم همین الان. عصبانی نیستی؟ جون من عصبانی نیستی. ببین یه چی بگم که کنترل آرومش رو چشم. چشم. مگه چی شده خداییش؟ چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نشده ولی واسه چی میزنی؟ همین منی که با کسی کاری ندارم واسه چی میزنی؟ من همینو میخوام بگم اینکه هیچ چیزی نشده، اما این عصبانیت تو ممکن بود یه اتفاق الان بزنی یکی رو یه بلایی سرش بیاری، یه اتفاق بدتری بیفته، اونم واسه چیزی که اینجا اتفاقی نیفتاده. یکم صبور، یه مگه باید اتفاقی بیفته که جون آدم عصبانی بشه یا بزنه یکی رو داغون کنه؟ من میگم مثلا اتفاقم افتاد نباید عصبانی بشه. اصلا تصادف هم شد دعوا نداره. تصادف که آقا تصادف شد پلیس میاد جریمه میکنه. بذار یه ماچه دیگه بکنم. من خیلی ازت عذرخواهی میکنم. اومد درو بفهم جان. نه چشم. ممنون که اینقدر محترمانه گفتید خانم. دست شما درد نکنه. قربونت برم چیزی نشد که. بچه شما برید بچه. برید وای نستید اینجا. ای بابا عزیزم چرا توهین میکنه؟ قربونت برم الان اتفاقی نیفتاد که. چی کار کردم؟ سپر من برخورد کرد. قربونت برم به سپرت. چرا فوش میدی تو؟ چرا توهین میکنی؟ تو کجایی هستی اصلا؟ آره قربونت برم همینجا به خدا نیستی. من هیچی نمیخوام. من نوکرتونم هستم. اگر که خسارتی دیده خسارتتون هم تقدیم میکنم. من میگم نیستی. کجا؟ من میگم تصادف شده. شما چه زدم؟ خب گیجی دیگه. خواهش وسطیه. آقا خسارتی از تقدیم بکنم. بس خسارت نیست بابا. بیا بریم بابا. تو هم به خدا نیستی تو حال خودت. من معذرت میخوام ولی فوش نباید میدادی. فوش کار خوب. میگم فوش نباید میدادی. بابا خیلی تو دو قرطانیت هم باقی‌ها. قربونت برم میگم توهین نباید میکردی. تصادفه. من برای اون حادثه یک هزینه‌ای تصور میکنم. هزینهش مثلا 100 تومنه. من به خاطر موضوعی که 100 تومن ارزش داره 1000 تومن هزینه نمیکنم. اگر اون مسئله یک خسارت ماشینه، من روان خودم رو چرا خراب کنم؟ ما دارن اونجا فیلم برداری میکنن اون بالا. میخواستیم صبر آدما رو ببینیم چقدر آدمو صبورن. قربونت برم که اینقدر قندرویی. ببخشید من ازت عذرخواهی میکنم.